این روزا که بازیکنامون مشغول تمرینات ملی ان و فیفا دی هستش، بریم ببینیم چه اخباری در مورد رئال مادرید منتشر شده. با من همراه باشید. خب از بازی رئال مادرید در مقابل رئال مادرید کاستیا شروع کنیم. یه بازی دوستانه که ژابی آلونسو و آربلوا با همدیگه انجام دادن و نتیجه 2-0 به نفع رئال مادرید شد با گلزنی وینیسیوس جونیور که هر دو گل بازی رو به ثمر رسوند. خبر جالبم رسانه ESPN کار کرده بود که رئال مادرید با لیورپول رقابت میکنه سر جذب مارک گهی، مدافعی که همین چند روز پیش نزدیک بود به لیورپول بره، ولی خب به دلیل اینکه کریستال پالاس نتونست جانشینش رو جذب کنه این انتقال کنسل شد و احتمالا سال آینده یکی از بین ایشون و آقای کناته به تیم ما بیاد. دو تا مصاحبه جالب هم داشتیم که گفتم خالی از لطف نیست با هم دیگه داشته باشیم. داوید آلابا ازش پرسیدن آماده بازی کردن 2 تا 90 دقیقه پشت سر هم هستی که این بازیکن گفته بله آمادگیشو دارم. فکر نکنم. ادن هازارد هم در یک مصاحبه مدعی شده که دریبل زن بهتری نسبت به کریستیانو رونالدو در دوران پرایمش بوده. نظراتتون رو در مورد این دو مصاحبه واسه من دوستان عزیزم کامنت کنید.